این که در جایی نامحرمی وجود داشته باشد برای زن مجوزی برای تأخیر نماز یا قضا کردن نماز نیست. حتما نماز را باید سر وقت بخوانید، ولو اینکه افراد نامحرمی وجود داشته باشند و شما را در حال نماز خواندن ببینند و نمازتون کاملا صحیح است، هیچ اشکالی نداره. و متاسفانه برخی از مردم تصور میکنند که جایی که نامحرم باشد زن باید نشسته نماز بخواند. نه، چنین چیزی نیست. برای زنی که توانایی ایستادن را دارد جایز نیست که نشسته نماز بخواند و وجود نامحرم مجوزی برای نشسته نماز خواندن نیست و اگر کسی نشسته نماز بخواند نمازش را باید اعاده بکند، باید دوباره چنین نمازی را بخواند. پس بنابراین نماز شما کاملا صحیح است و ترک نماز و نشسته خواندن نماز به خاطر وجود نامحرم جایز نیست.